سلام. من به خودم قول دادم از این به بعد هفته 2 جلسه برم استخر. البته باید اولش بگم که خدا جان دولت رو ساق بکنه که پنجشنبه رو تعطیل کرد. میدونی ساق کردن یعنی چی؟ تو کامنت ها بهت میگم. خب پنجشنبه تعطیل شده و من خونم و میتونم حالا به خودم برسم. قبلش حالا که ضد آفتابی بزنیم که نمیشه تو استخر آرایش داشت. بعدشم باید چیکار کنم؟ حتما باید عینک استخرمو بردارم. وای بچه‌ها قیمتشو ببینین. اینو فکر کنم سال 95 خریده بودم. 20 تومن مگه میشه؟ 200 تومن که نیست، فکر کنم 20 تومن خریده بودم میشه. وای وای وای. خب برم یه اسنپ بگیرم. البته قبلش باید بطری آب از خونه بردارم. خب ما اگه اینجوری بطری ها رو از خونه ببریم حداقل یه دونه آب معدنی کمتر میخریم، به طبیعت هم کمک میکنیم، یه زباله کمتر. خب اسنپ هم اومد، یه سمند رانندش هم که یه عینک زده. خدا سلام گفتم، جواب سلام منم که نداد و نشستم. اگه تو این اسنپ من زنده بمونم قول میدم قبل اینکه ماشین حرکت کنه مشخصات راننده و ماشین رو واسه یکی از دوستان بفرستم که حداقل اگه گم شدیم جنازمون رو پیدا کنم. خب من رسیدم بچه‌ها. فکر کنم دیگه باید دختر خوبی باشم، از این بعد به حرف و قولایی که میدم عمل کنم، اما فکر نکنم اینجوری باشه. من که سالم رسیدم، اما از اونجایی که سر ورزش کردن همیشه جوگیر میشم، فکر کنم امروز اولین و آخرین جلسه 1404